خب من ادامه جلسه 14 ما رفتیم و این ولیو کیز رو گرفتیم. در واقع این لول اول کتاب های ماست. این لول دوم هست که اگه من بیام و پرینت آر بدم و ولیو رو چاپ بکنم این بار، شما هر کدوم از این گزینه ها رو تک تک میبینید. ببینید دیگه تو آرایه نمیبینیدشون. حالا اگه من بخوام اینجا بهتون بگم که مثلا این داستانش چطوریه، این رو میارم هر کدوم رو میذارم توی دیوی. نگاه کنید همه پشت سر هم خط شد. اگه اینسپکت الیمنت هم بگیرم و نگاه بکنم، نگاه کنید تموم تک تک توی دیو هستن. حالا ما میایم برای دیزاین کار خودمون دیگه باید بشینیم الان کدامون درست بکنیم دیگه. چطوری؟ مثلا اینجا من میام و تگ PHP رو میبندم و میام اینجا دوباره تگ PHP رو باز میکنم. حالا چرا این کارو من کردم؟ من این کارو کردم که بتونم HTML خالص بنویسم اینجا. حالا مثلا من اینجا بزنم دیو، در واقع میتونم HTML بنویسم. مثلا میتونم سلام. بکنید این الان برای من چند تا سلام چاپ میکنه. چرا؟ اگه من این دوتا تگ PHP رو باز و بسته نمی کردم و مثلا این رو می اومدم اینجا، بعد حتما اکو می کردم برای چاپ کردن که صورت خوشی نداشت. من میخواستم HTML بنویسم و توی HTML بیام از PHP استفاده بکنم. پس برای همین من تگ PHP رو اینجا میبندم و دوباره تگ PHP اینجا باز میکنم، اینجا HTML هم رو مینویسم و هرگاه داخل HTML خواستم از PHP استفاده بکنم، تگ PHP رو به این شکل باز و بسته میکنم و میام توی این کد PHP رو مینویسم. خب من الان اینجا میام مینویسم اکو ولیو. الان این برای من مقادیر رو چاپ میکنه به اون شکلی که من میخوام. حالا من میام از تگ بالا که بودیم، تگ توی در واقع من توی سکشن هستم، من اینجا تگ ارتیکال رو در واقع تگی هست که من میخوام. مثلا H1 میدم، مثلا H1 که میدم اکو. اینجا ولیو رو بذارم بوک و بیام بگم بوک مثلا بوک نیم. الان برای من بله این تا ارور داره چاپ میکنه اینجا. خب داستان چیه؟ داستان اینه که میگه شما از ایلیگال استرینگ استفاده تو لاین 24. الان چرا؟ چون من خودم الان بوک رو دارم دیگه. من اینجا نگاه کنید اگه تگ اشیک بذارم این شکلی میشه. من یه فکری کردم، دیدم خیلی بهتره که به جای اینکه من فور داخلی رو داشته باشم، این فور داخلی رو پاک کنم و فور بالا رو داشته باشم و این رو بدم بوک و اینجا بیام بگم بوک نیم. وقتی میام رفرش میکنم ببین برای من این شکلی میاره. حالا من میام پایین، ببین منم اینسپکت که بگیرم دو تا ارتیکال توی سکشن هم دارم که مربوط به دو تا کتاب میشه. اگه 10 تا کتاب داشته باشم 10 تا ارتیکال دارم اینجا. حالا من یه دیوی میذارم
اینجا هم دیوم رو میبندم و از آیتم هایی که دارم میام استفاده میکنم. چه آیتم هایی دارم؟ میام اینجا بوک مثلا فرانت ایمیج، مثلا اینجا بوک فرانت ایمیج من چیه؟ اگر رفرش بکنم میبینی که یه URL. برای اینکه یک URL من اینجا این اچیک رو بردارم، اینم دیو بدم که حالت UI فعلا به هم نریزه. یا کنه این الان حالت UI به هم ریخته، اینو بعدا درستش میکنم به لحاظ گرافیکی و به لحاظ دیزاین. این یک به ما داره یک لینک میده. ما توی این میایم یک IMG استفاده میکنیم و توی IMG میایم سورس میدیم که ببینید دیگه برای ما تصویر رو بیاره. اما اگه نگاه بکنید میبینید تصویر بزرگ داره میاره و حالا البته ما تصویر کوچکتر میخوایم. علل حساب برای اینکه به هم نریزه چیزی ها تا زمانی که بریم تو استایل، من اینو میدم 150، هایش هم میدم 150. فعلا این لاین میدم توی HTML تا ببینیم چی میشه. من به هم ریخت، من استایل میدم ولی چون دارم کار میکنم این لاین میدیم. ببینم فقط با ویدیو اوکی میشه. خب داستان اینه که اصلا اونم اوکی بودیم، فقط چون بسته بود. آره با ویدیو اوکی. خب این نشد. عکس در واقع کتاب ما این شد، عکس کتابمون. دیگه چی داریم؟ حالا آدرس کتاب بمونه، بوک نیمو داریم. بعد میایم اینجا پی داریم، توی پی میایم میگیم اکو کن برای ما بوک اپس رو، ابسترکت رو که توی پی اگه بیایم ملاحظه بکنید میبینید که این هم شد خلاصه. اما من مثلا اینجا توی خلاصش اینجا تک تک میدم دوستان. یعنی من الان آوردم دیو رو دادم. من چون دوست دارم همه رو توی در واقع هایرارکی خودش برم، میام اینجا میذارم مثلا دیو اینه، مثلا اینجا میذارم نامه. این که در واقع اون نام کتابه. من نام کتاب رو فعلا نمیدم به این شکل و بقیه رو این شکلی میدم، ولی اجازه به نام کتاب این شکلی نمونه. این تصویر کتابه. حالا بریم تا درستش بکنیم. موضوعی مثلا موضوع کتابه. من اینو کپی بگیرم چند تایی، نظرتون چیه؟ چند تا کپی بگیرم. این بوک کاتگوریه، این بوک آثره، این بوک ریلیز دیت و آخری هم بوک پث. این شکل میام رفرش بکنم، میبینید که داره اینا رو میاره. فقط نکته که هست این PDF رو داره به این شکل میاره که من نمیخوام این شکلی باشه. من میخوام اینجا بنویسم لینک دانلود کتاب و اینو باید بیام تگ A بذارم. لینک دانلود کتاب رو بزنم توی تگ A. تارگت بلانک بدم. این PDF است و بیام مسیر اتوماتیک جنریت شده رو بدم توی href و رفرش کنم. میبینید
نیستش توی اچرف تارگت بلنک. چرا نیست؟ چون ما متنی دانلود کتاب داریم تلفنش. الان دانلود کتاب اومد اینجا. من اگر روی دانلود کتاب کلیک بکنم میبینید که پی دی اف رو برای من آورد و همینطور اینجا. حالا ما الان لود کردیم کتابامونو و الان شکل جالبی نداره این کتاب هایی که الان برای ما اینجا اومدن. شکل در واقع جالب و زیبایی ندارد و من ترجیح میدهم که اینجا بیام استایل کار کنم این مقداری و یک مقدار شکل شمایل بهش بدم. برای همین من میام استایل رو میارم اینجا، استایل رو میارم اینجا رو میبندم، میام در انتها و بیاین من یه کلاس بدم به این که همینجوری نگم ورتیکال، کلاس بوک خالی. خب من میگم بوک مثلا وید 100% که دارد. من اینجا این لاین استایل دادم، این لاینش رو پاک میکنم و من به یه سری کلاس ها میدم. مثلا همین اینو میدم H1. خب اینجا من H1 هم رو برداشتم، این H1 رو برداشتم، یه سری چیزا بهش دادم، استایلا بهش دادم، برای همینی که این الان این شکلی شده. من الان چیزی که میخوام، استایلی که میخوام بزنم، میخوام عکس رو بکنم در واقع بکنم دو بخش، سمت راست اطلاعات باشه و سمت چپ تصویر باشه. خب من بذارم اینجا. خب میتونم بیام کلاس بدم، این H1 هم بود که نام کتابم بود. بعد من الان 2 تا هولدر دارم، در واقع 2 تا هولدر دارم که یکی کلاس بوک داش لفت، یکی کلاس بوک داش رایت. خب لفت من قراره که تصویر من قرار بگیره که من دیگه این دیوشو بزنم بمونه. این موقع این لفت من شد و این هم رایت من هست که ریندنس میکنم تا قشنگ تر بتونم این رو مشاهده بکنم. خب بوک داش لفت وید 50% فلوت لفت بوک داش رایت 50% باز فلوت لفت. حالا چی کارش داریم؟ خب معادل نشد، بریم داستان از چه قراره. خب ما یه لفت داریم، یه رایت داریم.
left to right class اسپلش هم درست است. الان مثلا من بوک رو بک‌گراند کالر رد میدم ببینم تغییرات اعمال میشه بعد یا خیر. مثلا تغییرات کلا اعمال نمیشه، یه جای کار مشکل. خب من اینجا آرتیکل رو آرتیکال نوشتم، این اسپلش رو دقت بکنید که بعد از اینکه درست میکنم ببینید حضور میخوام RTCLE نه CEL. ببینید ساختار گرفت. الان به لحاظ استراکچری اینا رفتن توی باکس های خودشون قرار گرفتن هر کدوم. حالا من میام و اینا رو تقسیم بندی بکنم. خب نکته‌ای که وجود داشت این بود که من کنترل شیفت F زدم و ریلود شد صفحه و این در واقع کش شده بود روی براوزر من. شما هم این کنترل شیفت R رو بزنید یا چند لحظه کلیک موستون روی رفرش نگردید و بیاین MPT کشن هارد ریلود رو بزنید. خب من الان میام بک‌گراند کالر رو دیگه که برای چیز گذاشته بودم رو برمیدارم. الان میام رفرش میکنم. ببینید که من شدم دو تا بخش، یه بخش سمت چپیم که شد تصویر، یک بخش سمت راستیم که شد توضیحاتش. حالا سمت راست من که متن بیشتر داره من یه پدینگ 10 پیکسل هم میدم که این فاصله که در واقع چسبیده رو یه مقداری رعایت بکنه. البته پدینگ میدم 10 اما بالا رو میدم 0. بالا پایین رو که میخوام این فاصله که از بالا داره مقداری کمتر بشه و یه مارجینی هم داره، مارجینش هم میدم 0 و که این دقیقا به بالا بچسب. الان نکته که وجود داره در برابرش اینه که اگه نگاه بکنیم یه 14 پیکسلی این مارجین داره به بالا، مربوط به این تگای پیش هست. من مارجین رو بردارم، من گیری روش نیست زیاد. خب این شد توضیحات و الان برای دانلود من میام یک این ابسترکشن من شد این دادم پی، اینو نباید بدم پی، اینو باید بدم دیو. اگه بدم دیو این خب فرق نکرد. بیارم این لاین کنم که همه رو یک جا داشته باشه. خب کتگوری و آفر و اینها هم ریلیز دیت هم داریم. مثلا اینجا ریلیز دیت ما هم ببینید خودکار خودش تبدیل به تاریخ شمسی شده. بعد بوک پس رو ما الان داریم اینجا و میایم میدیم کلاس بوک داش دانلود. من این رو میدم وید 200 پیکسلی دیگه دلخواهی دیگه هایی برای ست نمی کنم. بک‌گراند کالر رو بهش میدم گرین، کالر رو بهش میدم وایت و فون سایز رو میدم مثلا 18 پیکسل و فعلا بریم ببینیم چه کار کردیم. دانلود کتاب به این شکل شد. خب تکست الاین رو میدم سنتر، پدینگ رو میدم 10،
10 پیکسل و ببینید الان من این رو گذاشتم. خب گذاشتم کالر رو وایت، اما اعمال نشده. چرا اعمال نشده؟ چون تگ ای من کالر داخلی رو داره. این کالر رو من به تگ ایش بدم که در واقع قبول بکنم. یه هاور هم براش میذاریم برای خالی نبودن عریضه. هاور گفتیم که میایم تو CSS میدون نقطه هاور، میایم یه رنگ کمتر میدیم که هاور لاین اسم میداد. اینم بکن کالرم میدیم. خب این هم از هاورمون که اگه کلیک بکنیم دانلود صورت میگیره. این هم از این بخشایی که اینجا هست. اینا چون این دوتا، این سه تا کاتگوری آثر و ریلیز دیت یک ساختار حالا چیزی دارن، من اینا رو ترجیح میدم که UL الهی برم. خب دیت و کاتگوری رو بالا پاک میکنم. این رو البته دیوش باید بمونه ها، دیوش مونه چون رپر باشه. بعد این رو الان که بیام نگاه بکنم، بله این صورت اینها رو اینجا میبینید. حتی میتونم بیام مثلا اینجا بگم نام نویسنده، بعد بیام مثلا اینجا بگم مثلا موضوع کتاب، بیام اینجا بگم تاریخ انتشار و رفرش بکنم و متاب شدم. این رو بکنیم که و این هم الان یه توضیحاتی در مورد اون چیزی که میخوایم. خب الان ما تقریبا میشه بگی وبمون داریم. الان ما میتونیم کتاب بذاریم، میتونیم کتاب رو ادیت بکنیم، کتاب مختلف میتونیم بذاریم، برای لینک دانلود بدیم. خیلی کارهای دیگه میشه کرد که اینا حالا جنبه های مختلفی داره. من حدس میزنم که فعلا حالا اینا رو تمرین بکنید تا ببینیم چی کار میشه کرد. من الان مثلا چه فیچرهای دیگه اضافه بکنیم. از کسایی که این ویدیو رو نگاه میکنن، اگه دوست دارن این ویدیو ادامه پیدا بکنه، از چیزهای جدیدتر یاد بگیرن، من درخواست بدن. اگر چیزا فیچر خوبی بود، قابلیت خوبی بود، در موردش حتما ویدیو میذارم. ولی تا اینجا به نظر خود من که کفایت میکنه و اندازه هستش. اما مثلا سرچ هم اگه بخوای نگاه بکنیم، مثلا الان سرچ مثلا خودش میتونه یه ایشوی باشه. من وردپرس رو سرچ بکنم مثلا چیزی پیدا نمیشه. چرا؟ چون داره توی پست تایپ پست میگرده. ما مثلا میتونیم یه کاری بکنیم که این بیا مثلا توی پست تایپ مثلا بوک هم بگرده، یا حالا یه روشی براش اتخاذ بکنیم که توی کاستوم فیلد سرچ بکنه. خیلی چیزا با پلاگین هندل میشه، خیلی چیزا با سرچ کردن هندل میشه. اگه شما قدرت سرچ بهتری داشته باشید، میتونید خیلی مفاهیم رو به دست بیارید و ازشون استفاده بکنید.
هیچ مشکلی هم نخواهید داشت. ولی حالا من فکر میکنم اگر فیچری به نظرم رسید، شما فیچری به نظرتون رسید، بیایم این رو ادامه بدیم. در غیر این صورت که دیگه ویدیو تموم شده دیگه. جلسه 14 هم 2 قسمتی شد، 2 تا قسمت تقریبا نیم ساعتی شد. فعلا اگر حالا موضوعی پیدا کردم میذارم، اگرم نه که هیچ. فعلا